دوستان ما از یکم کس برای هر یک تایشون $100 آماده کردگن در سیرکای در کامنتاری بده میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یابانی را استفاده میکنین و شما پر میکنین صاحب $100 میشین. شانس خودتون ای دست نتین. سیرکا در کامنت. یا سلام و یا پیغام. روزهای سرمه زمستان بحر هواداران شیر محمد یاوان. قصه درباره آدمای ژیرنی. پگاهی روز در کابینت ورش تق تق میشود. یک آدم داره 300 کیلو شلاب بوم امن مخالی یل نفس کیسه. گفته رفیق دکتر یک بلاک براتن مر خراکو کی من نمیشه. من داز پاورات گشته نمیتونم. ورش جان نگاه میکنه. مگه شلاب تا بگی شلاب شما گرو موسوش آنها که تو فهمی جوشه. یا پوزیریک تابلت که میشه مگه نمیره هر روز یک تا بعد یا خود مخیره ایشان رحمان نرمن نمیشه. بیچاره خودش افگار زندگی میده میای خونش او خود میخره یک دیگه تابلت که میخره مگه خیمه چی عذاب خیمه همشه مگه قر مکنه سهر مخزه همخل قاق شده که استقانه رو حساب میکنیم کنم با 60 پیش ورد میگه مگه براتن این مره بیچ خیلی شدم ورش همه خیلی نگاه میکنه خراب قاقای مگه ایجا بشی موی سرش همه خیلی جمع میکنه مکش و پوست و موست همه خیلی تاری سرش دیگه کوبانکه میکنه شلیب شمیمونه مگه آینه نگاه کوچکه شدی آینه دم خیلی یه نگاه میکنه مگه ای چه پیشونی مده این ناف مای چه این نشید زب نکرد که گفته ناف مایلی نگاه که با چه گلاستو که زیبایی جد کشالای سر بلند بوجه برادرای عزیز مهربان به همتون تنیزیحت خانه آباد روشنی تمنا میکنم نه که هست برادرایی که ما را نمیفهمن ما هم انرژی بسیار داریم ما هم هر کار در قادریم در کار شما به ترانسفرماتر لامپشکای گیرون میکنیم به ترانسفرماتر این همون لامپشکای عادی هسته که به پاترون من سویت خطی من دست بنده شیر محمد یاوان خطی تکشتا حقیقت ایستی نگده تر ریادم کسی خانهش سویت ها مرد مرا فیرا کنه